آها خانم دکتر، گلاب برود، اسهالم شدید. اسهالین؟ آخه اجازه بدی من معاینتون کنم. ای وای چقدر قلبتون تون میزنه. من براتون دارو تجویز میکنم، اینا رو شما 2 روز استفاده کنین، دوباره تشریف بیارین من معاینتون کنم. بفرمایین. دست شما درد نکن. خوش اومدین. ای وای من چرا براش آروم بخش تجویز کردم. نفر بعد. حالتون چطوره؟ بهترین؟ عالیم خانم دکتر، عالی.